با دقت مربیان، آموزگاران و پدر و مادران، اکسری والدان میخواهند که فرزندانشان در برابر سالم و بردم بودن باقلو و زیرک و ҳушёру доно نیز باشند. در عملی гаштани ҳамин مقصد با آنها بازی شاهمات میتواند یاری برساند. زیرا اهمیت آموزش شاهمات را در انکشاف قابلیت‌های ذهنی خردسالان بسیار پداگوگان و عالمان تاکید کردند. از جمله پداگوگ مشهور روس سухомлинский نوشته بود: بدون شاهمات تربیت کامل قابلیت‌های عقلی و ذهنی را تصور کردن غیر امکان است. بازی شاهمات باید به حیات تحصیلات ابتدایی همچون یکی از عنصرهای فرهنگ ذهنی وارد شود. آره، بازی شاهمات از سن خردسالی تفکر کودکان را انکشاف می‌دهد، قابلیت‌های ذهنیشان را می‌افزاید، در آنها چنین خصوصیت‌های مهم رفتار از قبیل باثباتی، متین ارادگی، پیروزی خواهی، باخت‌های خود را مردانه‌وار پشت سر کردن، به خود با نظر تنقید نگریستن، خطاهای خود را تحلیل نموده از آنها تجربه ضروری حاصل کردن را تشکل می‌دهد. در اساس تحقیقات‌های انجام شده، کودکانی که از خردسالی به بازی شاهمات می‌پردازند هنگام تحصیل با مشکلات کمتر دچار می‌آیند و در اندوختن دانش نیز از شریک درسان خود برتری‌های بیشتر پیدا می‌کنند. علاوه بر این، در پیروی بر رعایت قاعده‌های شاهمات، خردسالان بسیار صفت‌های حیاتاً مهم انسانی را حاصل می‌کنند که در حیات من بعده آنها برای رسیدن به آرزو و هوس‌های خود در کار و فعالیتشان نقش بغایت مهم می‌بازند. از این رو این بازی قدیمه اجدادانمان امروز یکی از بازی‌های معروف جهان به حساب رفته در بسیار مکتب‌های دولت‌های اروپا آموزش آن در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی همچون یکی از فن‌های حتمی تعلیمی براه مانده شده است. از این خاطر در پیگیری به تجربه کشورهای پیشرفته جهان، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان وزارت معارف و علم را تاکید کردند که در همه زمینه‌های تحصیلات بخصوص برای صنف‌های رویه دقیق و طبیعت شناسی درس شاهمات را جاری نماید. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در پی اجرای این تاکید پیشوای ملت کتاب درسی شاهمات را برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی آماده و نشر نمود که من بعد تعلیم آن در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی براه مانده می شود. مسئولین صحیفه 1000 کتاب تصمیم گرفتند که در صحیفه 1000 کتاب درس آموزش شاهمات را برای نوآموزان تشکیل کنند. طبق برنامه درس شاهمات از 29 درس عبارت بوده به طور ذیل عملی کرده می شود.